با مقصد در عمل تطبیق نمودن سیاست سازنده رهبریت عالی حکومت جمهوری تاجیکستان در دهه سنقلعه جمعیت دهات نوآباد شهر ترسنزاده اسفالتپوش نمودن 1.10 کیلومتر راه نقلیاتگرد آغاز گردید. در جریان این اقدام تمام ساکنان دهه فعالانه اشتراک نموده جهت آباد و زیبا گردیدن یک گوشه دیار خویش حصه‌گذاری نمودند. مورد به ذکر است منفرش کردن راه دهات با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی و ساکنان محلی راه اندازی کرده شده است. قریب 50 سال شد که راه ما اصلا نشده بود. من حاضر با تشبث حاکم با تشبث رئیس جمعیت با تشبث خلق من اسفالت کرده هستیم. خلق همش جمع شده یاردم داده هستند. اسفالت با صفت کار نرفته است. اما خرسند دوام یک ماه اخیر این دومین دهه جمعیت دهات نوآباد است که اقدام منفرش نمودن راه را راه اندازی نمودند. این همه کارهای سازندگی به سزاوار استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی مهمتر از همه جهت در عمل تطبیق نمودن دستور سپارش‌های رهبریت عالی حکومت جمهوری تاجیکستان و رشد محل روانه کرده شده است. واقعا شهر ترسنزاده در راه وسعت بخشیدن کارهای آبادانی و سازندگی پیشرفت بوده. امروزها در تمام دهه‌ها بنیاد انشاءات جشنی، اسفالتپوش نمودن راه، ساختن پل‌های نقلیاتگرد، نصب سیمچوب‌های آهنی و بتونی و تامین اهالی با آب تازه آشامیدنی با سرعت ادامه دارد. در این برابر اهالی نیز جهت عملی شوی چنین عمل‌های نیک و شایسته دست جمعانه کمر همت بسته امروزها کوشش نموده ایستادند تا که محل زیست خویش را آباد نمایند. با تشبث رئیس شهر جماعت نوآباد رئیس علیف نظامی‌دین همین وقت سرجم شده خلقت همین اسفالت 75 سال کردگی بود. 75 سال من 24 سال همین خلقت اسفالت کردیم. با آبادی این نصر میشه. این آبادی دهه، آبادی شهر، آبادی وطن. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسنزاده و اهالی دهات نوآباد در آینده مقصد دارند که در دیگر دهه‌ها نیز راه‌های نقلیاتگرد را پوره اسفالتپوش نمایند.